فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون دیرکتور آژانس نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن نظرعلی زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. نظرعلی زاده دلافروز محمد علی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون دیرکتور آژانس نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهر دوشنبه 12 ژانویه سال 2026 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم دیرکتور آژانس نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن علیزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. علیزاده داوود علی معاون یکم دیرکتور آژانس نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهر دوشنبه 12 ژانویه سال 2026 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون دیرکتور آژانس نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن مقیمی مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. مقیمی دلارام مومین معاون دیرکتور آژانس نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهر دوشنبه 12 ژانویه سال 2026